اگه داری این ویدیو رو میبینی میخوای وارد بازار مالی بشی ولی نمیدونی از کجا شروع کنی، یا اینکه مدت‌ها داری فعالیت میکنی ولی به نتیجه دلخواهت نرسیدی، پس این ویدیو برای توه. مانا رضایی هستم، مؤسس آکادمی مانی. خب بریم ببینیم چی شد که آکادمی مانی به وجود اومد. از اونجایی که سالهای زیادی مادر من به صورت تخصصی توی بازارهای مالی فعالیت داشتن و دوست داشتن که این آموزش رو به افراد بدن، این شد که در واقع آکادمی مانی به وجود اومد. و از سمت دیگه رشته تحصیلی خودم چون مدیریت بود، دوست داشتم تو زمینه رشته خودم یه کاری رو انجام بدم و آکادمی مانی در واقع با این هدف به وجود اومد که تمرکز اصلیش بره روی بازارهای مالی، آموزش ارز دیجیتال، فارکس، بورس و به افراد آموزش رو جوری بدیم که بتونن از بازارهای مالی کسب درآمد داشته باشن. چون که توی سالهای زیادی که داریم فعالیت میکنیم، آدمهای زیادی رو دیدیم که چه آموزش‌های حضوری یا آنلاین دیدن اما به خاطر پشتیبانی که نشدن یا آموزش صحیحی که ندیدن نتونستن به کسب درآمد برسن و ضررهای زیادی رو توی بازار دیدن. و ما هدفمون توی آکادمی مانی کلاً بر این اساس هست که افراد بتونن از این حرفه درآمدزایی داشته باشن. شعار آکادمی مانی قدرت در دانش و برتری در عمل هست. تا اینجای کار ما تمام تلاشمون بر این اساس بوده که بتونیم طبق این شعاری که برای آکادمی انتخاب کردیم جلو بریم. ما سعی داریم ماهیگیری رو به شما آموزش بدیم، چیزی که تمام اساتید روش خیلی تمرکز دارن که شما بتونید بدون سیگنال گرفتن یا وابستگی به کسی مستقل خودتون بتونید روی سرمایه خودتون کار کنید. دوره‌های مهارت محور هم با کیفیت بالایی برگزار میشه. تمام اساتید دوره‌های مهارت محور تخصص زیادی توی زمینه رشته خودشون دارن و کلاس‌ها به صورت پروژه محور برگزار میشه و هر جلسه شما تمرین عملی دارید. در کل تمام دوره‌هایی که توی آکادمی مانی داره برگزار میشه همراه با پشتیبانی هست و حتی بعد از دوره ما یه سری خدمات رایگان هم مثل لایف تریدها، اتاق تریدمون، دوره همیا در اختیارتون قرار میدیم. ما یه مرکز تخصصی هستیم در شهر شیراز زیر نظر سازمان فنی حرفه‌ای که در پایان دوره به دانش پژوهانمون مدرک فنی حرفه‌ای میدیم که قابل ترجمه و بین‌المللی هست و این مدرک دیپلم رسمی هست و اعتبار خیلی بالایی داره. در کنار این مدرک سرتیفیکیت مؤسسه رو هم به دانش پژوهانمون میدیم. تمام دوره‌های آکادمی مانی به صورت آنلاین و حضوری همراه با پشتیبانی برگزار میشه. اگر مشاوره میخواید برای ورود به این مسیر، از طریق شماره پشتیبانی که گذاشته میشه میتونید پیام بدین تا کارشناسانمون راهنماییتون کنن و در کل راه‌های ارتباطی رو زیر همین ویدیو براتون میذاریم. خوشحال میشیم که دنبالمون کنید. کانال یوتیوب آکادمی مانی رو هم همین الان سابسکرایب کنید، چون که میخوایم ویدیوهایی بذاریم داخل این کانال که خیلی میتونه بهتون کمک کننده باشه. اگر بازار مالی رو شروع نکردین، با دیدگاه بهتری وارد بشین، با آگاهی بهتری ورود کنین و اگر که دارین توی این بازار فعالیت میکنین، با دیدن ویدیوهای بعدیمون میتونید متوجه بشین نقاط قوت یا نقاط ضعفتون توی این مسیر چیه.